وقتی خود جنگ میبروی چگونه مردم باید بترسونی؟ در جنگ دیگران رو میگو جنگ نیا. برخواست به سید مکرم، به یک کثیف‌ترین انسان در تاجیکستان حمله کرد. این شرفمندانه بود و تاجیکانه بود. یک قول حضرت علی است که بسیار مشهور است، میگوید که هر روز میگوید که من فردا آدم میشم. چرا از حوض آغاز نمیکنی؟ چرا از امروز شروع نمیکنی آدم شدن؟ به امید فردا میگذاریش. مشکل در اینجاست که ما از چند مسئله در هراس داریم، در حالی که طرف دیگه شان نگاه کنیم. همین هراسی که امروز ما در مخالفت میبینیم، بعضی ها با اشاره با طرز از بچه‌هایی که چهره آشکار میکنن در راه مبارزه میبرایند، جان رو در خطر میگذارن، میترسند و یا اینکه اشاره میکنن که نباید این کارا کرد. باید یک نکته را ذکر کرد دید که ما امروز از خطر میگریزیم ولی در خطر هستیم. یعنی ملت ما امروز خودش در خطر است، دیگه گریز فرار که نداره. یا این که میاد در صف مخالفت میشینی، مبارزه میبری، یا پیروز میشی، زندان میشی، کشته میشی، و یا این که مثلا مثل اونی که میبرن در جنگ اوکراین را به قتل میرسون. امروز زیاده از 1000 نفر در جنگ اوکراین از طرف تاجیکستان، یعنی در با پشتیبانی از روسیه میروند میجنگن، ولی با از طرف اوکراین در مقابل روسیه میجنگن. زیاده از 5 تا 6 هزار در جنگ سوریه و عراق کشته شد. 10 ها نفر دیگهش در این و این تروریست ها در این طرف میزن، در کراکوس سیتی، اون طرف در افغانستان، طرف در ایران، در هر جا، در آلمان، در عملهای تروریستی با گناه‌های گوناگون کشته شد. پس خطر در وجود ملت تاجیک و مردم تاجیک موجود است. امروز اگر ما حساب کنیم هر ساعت، هر ثانیه ما یک تاجیک در روسیه یا زندان می شود با بهانه ها و اتهام های بافته که می بافن شد. مثلا میارن یک سفیدی را میپرتوین میبرن زندان رو، یک کار دیگر میکنن میبرن تا اتهام میکنن میبرن زندان. و یا اینه که زیر تحقیر شکنجه فاشیستا قرار میگیرن، دیپورتاسیون کرده میشن میرن تاجیکستان در بیکاری، و یا اینه که در همون داخل روسیه کشته میشن هر ثانیه. پس خطر نه تنها در این است که تو میره در تاجیکستان شرفمندانه به خاطر ناموس ملت وطنت حد امکان پیش وجدانت بداری که به خاطر آزادی ملت و آزادی وطن برآمدی و تو را بردن زندان کرد. شاید این بخشاش مردم در نظر نمیگیره، این نقطه ها را و این ارگومنت ها را نگاه نمیکنه. او طرفی که بله میروند زندان میشوند، در این شکی نیست که بله قربانی است، ولی باید طرف دیگه شان نگاه کرد که ملت بدون اونم به هر راه و بهانه بوده زنده و کشته شد یا نه. پس در این راه مقدس و شرفمندانه برای زندان شد بهتر نیست؟ همونطور که برادر خودت او رو صحبت کرده که برادر من بارها میگنش که بیا گناه تا یعنی چی که بخشش بپرس، در مقابل این مخالفه هر زن ما میبخشیم، زندان آزادت نکنیم. من هیچ وقتی از راهم پشیمان نیستم و هیچ وقت بخشش نمیپرسم. این معنای چی را داره؟ او پیش وجدانش، پیش شرافتش چیکار کرده است؟ قانع است، مطمئن است که هیچ خیانتی نه به خدا کرده است، نه به رسول کرده است، نه به ملت تاجیک کرده است، نه به وطنش کرده است. پس شرفمندانه زندان رو انتخاب کرده است و شرفمندانه در اوج میسته و ذلت را نمیپذیره. فکر کن همین کسی که امروز میاد در روسیه به بهانه‌های گوناگون میبرن زندانش میکنن، آیا همین وجدانش عذابش نمیتیه که چرا من امروز زندانم؟ به خاطر چی در روسیه من زندانم؟ یا این کسی میره در جنگ اوکراین کشته میشه، آیا این شهید میشه؟ نزد پروردگار فردا جواب نمیده. برای همین ملت تاجیک که در همین جنگ اوکراین و روسیه هیچ دخالتی نداره، ربطی نداره، در اینجا گناه نمیگیره، پیش وجدانش عذاب نمیکشه. اگر زنده هم باشه اون اونجا رفته میگه مادرش عذاب نمیکشه که فرزندش شاید امروز بمیره فردا بمیره، پدر فرزنداش، زنش، نزدیکاش اذیت نمیکشن. پس ملت ما علاقه در یک وقت حالت جنگی قرار داره. این نقطه را باید در نظر نگیریم، باید برآمد مبارزه را پیش برد. امروز فردا ما خودت پیر میشیم دیگه، ما برای سنگر رفتن نیستیم. پس جوان نباشد که نبراید برای سنگر آمادن نباشد، پس کی میره و انقلاب میکنه؟ بله. کی میاد قربانی میکنه؟ من و تو علاقه بس این چیل میدرویم امروز فردا دیگه دویده نمیتوانیم.
ما از 23 سالگی ما در این راه بر آمدیم. او زمان جرأت و جسارت و توانایی قوی بود، میتونستیم میره در جهان. باز علیه هر سال سینما میره، امروز فردا و 40 میداریم و 10 سال بعد یا 50. ما در کدام سنگر به کار میریم؟ پس سنگر این نسل جوان و نیرومند با بازوی تاجیکی قوی اسلامی برمیخزه میره انقلاب. پس نباید از چهره‌ها ترسید، نباید از برآمدن راه مبارزه ترسید، نباید از ریسک کردن و از خطر کردن ترسید. اگر همین روز در تاجیکستان یک ظالمی که میبروید یک خواهر مسلمانی تو را اذیت میکنه، اگر تو جسارت پیدا کردی همون را لطکوب کردی، 100 سال زندان میکنن. شرفمندترین مردم میرن 100 سال زندان میشن. میرم میشینم زندان، مشکل نداره. بگذار چهره ما آشکار میکنن، خائن میگن، مشرک میگن، نمیفهم، هزار اتهام بزنن، ولی من نزد وجدانم، نزد دینم، نزد ملتم، نزد خواهر مسلمان تاجیکم افتخار میکنم که به خاطر این بردم مرا زندان کردم. این افتخار است. آیا من همین یک نفر را جزا دادم؟ آیا فکر کردی نفر دیگه جسارت میکنه این کارو میکنه؟ من اگر فردا انقلاب کردم، دست اون نفر را که با این همین سید مکرم حمله کرد دستش میبوسم، دستش میبوسم. او قهرمان است. موفق شید نشید فرق نمیکند. همینه که برخواست به سید مکرم، به یک کثیف‌ترین انسان در تاجیکستان حمله کرد، این شرفمندانه بود و تاجیکانه بود. این هزارها فتوا برآورده است در مقابل همین ملت و همین دین، همین کشور. این شرفمندی است. این را جوانمرد میتونه بکنه، این را یک زن صفت نمیتونه بکنه. این را در پشت پرده بجا شده نمیشود کرد. این را باید جسارت مردانگی و چی را پیدا کرد که برآمد این کار را انجام. پس نباید از زندان، از مردن، از شکنجه، نمیفهمم، از این اون ترسید. باید برآمد صحبت کرد، باید برآمد مبارزه بود، باید برآمد نقشه ها را بود که باید چیکار بکنیم. ما با برنامه های داریم، خود مبارزه، ما خود نترسونیم مردم که نبراید کشور رو در زندان، نبراید. از زندان چرا باید بترسم؟ مشاهد برادری که در زندان است دیگر. سهراب ظفر 30 سال زندان شد، نمیدونی زندان شد. در روز دادگاه و مادرش گفت که مادرم غم نخور، پروا نکن، من نه خیانت کردم، نه دزدی کردم، نه یگان تجاوز کردم کسی را، نه قانونی را شکستم، نه به وطن نه به ملتم خیانت کردم. گفت کسی در پشتت نیست. از گفت مادر غم پروایی نکن، بگذار کسی پشتی منم نباشد، ولی وجدانی من پشتی من هست، خدای من پشتی من هست. این برای من کافی است. یعنی اینا میگن شرفمندانه مبارزه بردن، اینا میگن شرفمندانه در راه ایستادن، اینا میگن شرفمندانه برای آزادی و آبادی وطن جنگیدن. خب وقتی خود جنگ میبرای چگونه مردم باید بترسونی؟ در جنگ دیگران رو میگو جنگ نیا. خب جنگ شهادت میخواهد دیگه. تو در جنگی دیگر را دعوت میکنید برادر جنگ نیا که در اینجا خطر داره. خب تو چگونه مجاهد مبارزی؟ چرا دعوت میکنی پس؟ چرا مردم میترسانی؟ درست. نباید انسان ها را ترسان. جنگ جای ترس ندارد. اگر به جنگ نمیخوای نیا دیگه. این جنگ است. جنگ امروزه همین است که میبروی میزنی، مبارزه میبری، یک پدر سوخته مثل سید مکرم جزا میدی. همین جنگ است خودش. اینه ها مبارزه از همین طور آغاز می شود. باز 10 نفر و مثل این همین مبارزه که برآمد سید مکرم یا شپات زد، ترساند است، وحشت در داخلش جاری کرد. 10 دانه دیگه مثل این همین شیرمرد باشه، این همین بازوی تاجیکش مثل همین باز کنه، مطمئن باش که در تاجیکستان دیگر کسی جز جسارت نمی کند بالای یک خواهر تاجیک، بالای یک ریشدار، بالای یک ارزش ها چکار کند؟ اتهام بزند، حرف بزند، یا برای در داخل مسجد حقارت بکنه به ناموس تاجیکستانی و ارزش ها. مطمئن باشید کارو نمیکنه. پس مشکلی ما در همین جهت است که ما توانایی جزا دادن همین اشخاص. ببینید در چچنستان امروز چه اتفاقی میفته. کوچکترین انسان، همین قادر رو یک دیکتاتور است،
ولی وقتی که با ملتش کسی که یک کار میکنه قربانی میتیه 100 نفر رو روان میکنه که برای امر جزا بدی میره 100 سال دیگه زندان میشنه در همون زندانا میشنه به تا اونا کمکش میکنه میبره رشد کنه در همون زندان 6 تا است ولی ملت چه دفاع میکنه کو ناموس خواهرش دفاع میکنه کو کدام چچنیه در روسیه امروز روسا میبرن اینقدر اذیتش میکنن میزنن کوبشن او رو به جوابگری نمیکشن اول قادر ملت خودش 2 میلیون 2 میلیون 10 میلیون تاجیکیم در تاجیکستان آخه ما امروز در برنامه برمدیم از چی حرف میزنیم نه بروی که جنگ نکنه که در اینجا خطر وجود داره خیلی ترس است دیگه آخه ما مردم خیلی بس کنیم مگه بریم دیگه هممون برم چهره را بجا کنیم آخه بکش ویدیو دا به ویدیو گپ زنیم مگه تمامی پهلوهای مسئله هایی را که صحبت میکنیم باید طرف های مثبت و منفیشون در نظر بگیریم ارگومنت ها را باید بیاریم در مابین و بسنجیم که وزن کدامش بالاتر است وقتی در جنگی باید جنگی باید مبارزه بود آخه در جنگ رفتی شمشیر که نکشیدی میزنن گردن تا میبرن جنگ رفتی میجنگی بله به همین اساس من خواهش میکنم که وقتی که نقاط را ذکر میکنید اول یک سنجش و تحلیل بگذارونید که همین حرف من میزنم آیا ضرر دارد به ملت بر روند مبارزه بر رسیدن به همین انقلاب یا نه آیا فایده من از ضررم بالاتر است یا کمتر آیا نفع من برای مبارزه بیشتر است یا کمتر اینا را پهلوهاشو باید سنجید بدون سنجش برآمدن این نقاط رو زدن این ترساندن مردم است خب بگیم که بگذار که مردم نبروین بچه‌ره آخه همین مردم بیچاره چیکار کردن تو در طول 10 سال کجا شدن کدامش تو میشناسی من میشناسم همین بیچاره رو کدام کاری عملی در طول 10 سال کردن در طول 10 سال مادری تا عذاب بکشه پدری تا عذاب بکشه مادری ما عذاب بکشه پدری ما عذاب بکشه تمام نزدیکای ما تا عذاب بکشن در خارج در غربت بگردیم اذیت بکشیم هر روز استرس بشیم ولی همون پشت پرده در کجا انوخی چرا یک کسی که امروز خونه تو میره مادری تو اذیت میکنه مادری پیر تا نوار میگیره در ابرو و در شان شرف در چی میبره که بگه که بچه من آخ کردم دیگه نیایم بچه من تو که بیاد نیایم من تو آخ کردم چرا نروه همین کسی که به همین کار میکنه ترا همون را جزا نتیه پس همون آدم پشت پرده دروغ است اخی نیست اخی بدن نبدنش معلوم نیست این برادر نوشته است که چهره نشان دادگان بسیار کردن کو اکو یعنی منظورش که بسیار کار کردن یعنی چی کار کردن چهره نشان دادن منظورش به این یعنی به کنایه یک برادر مبارز است نظریات خوبی می نویسه خب نگاه که وقتی که حرفو به این مطلب یعنی خط به خط متقاعد میسازه که دیگرها برمدن حرف زدن به چهره چی شد که من برم چیکار کردن اونا که من بکنم وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به میدان مبارزه برآمد دعوت شروع کرد هر کسی که در کناری او به دعوتگر مثل همو شد نه جنگ کردن برمدن یک از شمشیر در دستش گرفت دعوتگر چهره قطعی برمد رفت دعوت کرد کدام اونها پنهانی بودن خیلی وقتی که در راه مبارزه برمدی دیگه میره جنگ میکنی ما اگر نباشیم دعوت نکنیم پی پشت پرده از کجا نقشه را پیدا کنیم بری بجنگی و بهانه گفتن لازم نیست خودم مطمئن بسازی که اونا چیکار کردن که من برام بکنم خب آشکار نمیتونی توانایی صحبت کردن نداری توانایی تحلیل کردن بررسی کردن رو نداری پس مسئله پشت پردهش نگاه کن برو بگو برادر من امروز تواناییم این همی قدر است من چیکار کنم من مثلا زور من خدمت نکردم نمیتونم برام یگان کار کنم ولی میتونم این قدر مبلغ بدیم برای این فلان کار اگر بشه مثلا فلان کار یک نفر دیگه میبره میگه که برادر من یک فرزند دارم و همسر من چی است شاید من پشت پنجره برم برای من مثلا 5-10 هزار دلار در کار است که من به یک نقشه را اجرا کنم تو باید اون نقشه را خراجات او را به دست بدی کو بعضی حالت ها انسان باید با تمام وجودش
بیا خدمت بکنه. اگر ایشان نمیتونه دیگر شب بتونه، دیگر شب نمیتونه دیگر شب بتونه. یعنی خطاب مطمئن دیگر رو چیکار کردن که من بیا بکنم. من وقتی که رسید من میدونم چیکار کنم، ولی وقتش کی میرسه؟ هر روز دروغ میگیم وقت بیاید، کی میایم اون وقت ما خود نمیاریم وقت نمیاد بس پیش ما رو. همون پروردگار میگه در سوره رعد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. حالت هیچ زمان تغییر نمیکنه تا زمانی که موت تغییرات به وجود نیاره. این حالت ما کی تغییر پیدا میکنه؟ دروغ گفتن قطعی نمیشود برادر، گیره کردن قطعی نمیشود. با وجدان خودت دروغ میگوی، با من نه، با وجود خودت دروغ گفته است که فردا به خودت تکلیف کرده استی. یک قول حضرت علی است که بسیار مشهور است، میگوید که هر روز میگوی که من فردا آدم میشم. چرا از حوض آغاز نمیکنی؟ چرا از امروز شروع نمیکنی آدم شدن؟ به امید فردا میگذاریش. یک مطلبی که ارتوجی کی بود کو میگوید کار امروز به فردا مگذار، دوامش حالی در یادم نیست. خب بدتر بود، یک چیزی سخت‌تر میزد، ولی به زبان نیارم.